عرض ادب دوستان گرامی، خوش اومدید به این ویدیو. نرسرایس هستم. امروز اومدیم با آسیب پذیری CVE 2026 41940 و آسیب پذیری که جدیداً کار نمیکنه. حالا در ادامه ویدیو بهتون میگم که چرا کار نمیکنه. خب درباره CVE 2026 41940، یک آسیب پذیری امنیتی بحرانی در سی پنل و WHM است که در سال 2026 منتشر شد. شدت این آسیب پذیری بسیار بالا، همون CVSS 9.8 گزارش شده و به همین دلیل مدیران سرورها باید در سریع‌ترین زمان ممکن نسخه‌های امن را نصب کنند. این آسیب پذیری به بخش مدیریت نشست‌های این مربوط می شود و در نسخه های آسیب پذیر می توانست باعث دور زدن احراز هویت شود. شرکت سی پنل پس از انتشار گزارش وصل امنیتی و راهکارهای کاهش خطر را منتشر کرد. شدت آسیب پذیری 9.8 محصولات سی پنل و WHM، وضعیت دارای وصل امنیتی، هدف آموزش، آشنایی با آسیب پذیری و اهمیت بروزرسانی. خب حالا این چیه و جدیداً چرا میگن پچ شده و این داستان؟ من الان یه اکسپلویدی دارم که خودم نوشتمش و کد اون اکسپلوید رو دارم. حالا اینا میومدن چیکار میکردن؟ میرفتم تو محیط CMD. چرا فارسی؟ خب میرفتم محیط همین کامنت این و می اومدن این اکسپلوید رو چی میکردن. اینجا رو نگاه کنید. چرا اینجاست رو نمیدونم، باید نگاه کنم. خب مثلا میگفتن آقا CD دسکتاپ یعنی چی؟ میرفتن روی دسکتاپ، یوزر مانی دسکتاپ. حالا این اکسپلوید رو چجوری می اومدن؟ از توی دسکتاپ انتخابش میکردن. یک کدی هست به نام پایتون exploit.py-target که می اومدن میدادن اون تارگت مورد نظر، حالا روی 2087 یا چیزهای مختلف. حالا ما میم یه چی رو پیدا میکنیم. این قضیه پیچ شدن هم سی پنل یه آپدیت هایی داده که دیگه نمیذاره همین هکرها به سی پنل حمله کنن. حالا باید بگردید ببینید آیا اون سایت مورد نظر آپدیت شده یا نه. اگه آپدیت نشده باشه این آسیب پذیری حتما روش کار میکنه. فایل آسیب پذیری هم داخل کانال تلگراممون که روی توضیحات این ویدیو هست میذارم براتون. حالا ما دنبال یه سایت میگردیم، مثلا سایت چی بگم، من میگم FBI مثلا، ببینیم آیا بروزرسانی شده یا نه. پورت های مورد نظرش هم باید پیدا کنیم، مثل 2087 نمیدونم 2086 2083 اینا. ببینیم روی چه پورت های سی پنل داره. حالا تا این بالا بیاد من نمیاد، چرا نمیدونم. FBI بیا دیگه داداش. سایت نداره بودم مثل این که. خب این سایت FBI حالا نمیدونم بشه نفوذ کرد یا نه، ولی من برای ویدیو دارم این کارو میکنم. خب حالا ما میایم بخشید کنترل زد میزنم برگرده. دو نقطه میذاریم اینجا و پورت 2087 رو بهش میدیم که ببینیم آیا داره یا نه. چی میگه؟ اوکی بود، قد نشد که نه. 2080 ببینیم داره یا نه. یه صبر کنید. ورار ساری چی؟ ببخشید من انگلیسی خوب نیست، لحظه بایستی ترجمه بیاره.
نکنه دیداس خورده این سایت. حالا نمیدونم، بذارید من ترجمه بگیرم. این very sorry میگه، درسته؟ خیلی ببخشید. متاسفیم درخواست مسدود شده است، بازگشت به صفحه اصلی. خب مثل اینکه ببینید پورت 2087 رو نداره. ما میایم 2086 رو بهش میدیم. ببینیم داره یا نه. اینم نداره. 2083 چی؟ اینم نداره. بازگشت به صفحه اصلی رو بزنیم ببینیم میاد یا نه. کنترل زد. صفحه اصلی نمیاد، مثل که دیداس خورده. والا من نمیدونم این سایت چشه، ولی خب ما میایم مثلا سایت چی بگیم، ایرانی که نظریم بهتره به نظر من، چون جرمه تو ایران. ولی خب شما میاید، من یک اکسپلویت رو براتون میذارم، شما میاید این کدم میزنید به علاوه مثلا همون چیزه با پورت چیز، مثلا کاش الان کپی میکردم بهتون میگفتم. اگه دوست دارید روش های دیداس اتک هم بهتون یاد بدم، حتما این ویدیو رو لایک کنید تا بریم سراغ ویدیوهای هک امنیت بعدی، دیداس اتک، انمپ و خیلی چیزای دیگه. حالا من روی همین افیو بهتون توضیح میدم، با اینکه نمیدونم چه شده، ولی خب یا مشکل از اینترنت منه یا اختلال پیش اومده. همین که دیدید با هم میاید مثلا به این یه پورتی میدید دیگه. من همون 2087 رو میدم که کار نمیکنه و من اینو کپی میکنم، توی دش تارگت میزنیم. چرا نمیاره نمیدونم، من کپی کردم. میزنید و میبینید مثل اینکه کار نمیکنه. خب حالا کار نکردنش رو نمیدونم این پورت چیه، یا شاید هم من کار باشه باید نیستم یا پیچ شده نمیدونم، ولی آقا این کدشه که میاد. یه چیزی هم اشتباهی زدیم جلوی این FBI. ما بعد اینو پاک میکردیم، fbi.gov رو بردیم که همینو میدادیم به آقا، بهتر بهتون بگم به این. حالا من اینجا برای دوستم فرستاده بودم، من اینجا دارم براتون میبینم. ما درست داریم میزنیم .com مثلا یه سایتی و همینو باید بدیم آقا به CMD دیگه، یا همون اکسپلوید مورد نظر که گن زدیم. بعد میدونم کپی. خب پای تون سه exploit dot py dash تاریت و این و میدید کار نمیکنه یا شناسایی نمیکنه فایل یا چیز دیگه. ولی من اینو خودم نوشتم، بعضی موقع کار میکرد بعضی موقع هم کار نمیکرد. ممنون که این ویدیو تا اینجا تماشا کردید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیو بعدی. فعلا